قراره که من یک روز کامل رو داخل گیم نت سپری کنم. این یعنی از لحظه‌ای که گیم نت سر صبح باز میکنه تا آخر شب، لحظه‌ای که میخواد ببنده، من باید پشت سیستم بشینم و بازی کنم. اما چالشی که وجود داره اینه که از لحظه‌ای که من روی صندلی گیم نت بشینم دیگه اجازه بلند شدن از اون صندلی رو ندارم و این یعنی کل روز و حتی نهار و شام رو هم باید روی همون صندلی داخل گیم نت بخورم. خب آقا از اونجایی که این چالشی مقدار اذیتمون میکنه واسه همین دو تا بچه‌ها رو آوردیم که داخل گیم نت با همون بازی بکنن. راجع به ویدیو چی میدونید بچه‌ها؟ آره مونتا موضوع اینجاست که ما تا یک روز کامل رو باید تو گیم نت سپری کنیم و تا ساعت حدوداً 12 یک شب رو باید داخل گیم نت سپری بکنیم. و اینکه نه سینا ببند. آقا یه لحظه صبر کن، یه لحظه. درو برای چی باز می‌کنی؟ نمی‌شناسم، من شما رو نمی‌شناسم. آقا وای منو دزدیده. آقا پیاده شد. آقا با بچه‌ها صحبت کردم و بچه‌ها سینا صحبت کردیم. آقا سینا بله. این یک روز کامل رو بعد تو آقا چالش دیگه چیکار بکنم؟ خب یه چالشی داریم میگیریم یه روز نهارتون حساب میکنم، شامتون هم حساب میکنم. من نهار هست. هستی ایول دست. بریم داخل گیم نت. بازی اینجوریه، از لحظه‌ای که من روی این صندلی بشینم تا خود 12 شب که ما داخل این گیم نت هستیم نمیتونم پاشم و دو بار برای دستشویی ولی میتونم پاشم دیگه، درسته؟ نه. دو بار سه بار برای دستشویی بتونم پاشم. به هیچ عنوان نمیذارم بلند شی، شما بابا بشین رو صندلی. یعنی خب چیکار کجا؟ چالشی که خودت شروع کردی. من میخوام بشینم. نه هنوز نشستم. تو چقدر نمکی. ولی ما یکم سعی کردیم که زود برسیم به گیم نت، مونتا دیگه تا پیدا کنیم و بیایم بشینیم و اوکی کنیم 9:30 شدش. خلاصه از الان شروع می‌کنیم. من میخوام بشینم. یا بگین صحنه رو میخوام بگیرم صحنه رو. نشستم. تموم شد دیگه نمیتونی بلند شی. دیگه تا خود ساعت 12 شب چقدر سفت اینجا فوق. خدایی این بری که میتونم بیام دیگه. نه بازم حالا باید ارفاق میکنم. میتونم. بریم بازی کنیم. آقا ما بردیم دیگه. من تو سبزم. من سبزم. خیلی عالی. من اون بودم. بعد تو چه رنگی هستی؟ میخوام کارت. به تو ربطی نداره. یه سایدی بود. دستگرمیه دیگه، یکم لذت ببرید، یه مقدار لذت ببرید. در بیا برو جمع کن. میدونی که سینا من 5 سالگی پس بازی می‌کردم. اولم برف میزنی، ببخشید دکتر بهرام. دانیال اسکل چیزی هستی پاس نمیدی؟ دکمه 20 آبو بزن پاس بده. داستان چیه؟ نظری میدن اونجا؟ اولترا دیفنس دیگه به در مقابل ما باید اولترا دیفنس بازی بکنیم. دانیال یه سوال دارم ازت. اونور بازیکن بود چرا؟ عالی. بالا ما دو نفر نردم من یکی برم بزن گریزمان. آخه این چه پاسیه؟ دروازه ایوره. من بودم از همین سه تا گل خورده بود. یه ساند میخوام برات بکنم بزنی گل عشق کنی. اوه یعقوب بزن اینجا. آقا یعقوب بلدی بردیا وقتی میگه میخوام یه دونه توپ ساند کنم گل بزنی یعنی گله دیگه. کسی عالم و آدم جلودارش نیستم. سعید برس. بابا چی برس بابا. یعقوب بلدم. بلدی؟ خب بلد هستی. تمام. اصلا نمیذاریم به ثانیه بکشه. کامبک چیشی کامبک؟ مگه عقب افتاده بودی تو کامبک بزنی؟ اول معنی کامبک رو یاد بگی. چی حتما اینم گل بود داور سود زد ها؟ یعنی نظر من گل بود. نظر تو گل بود؟ گما دقیق کردی یه گل درست حسابی نمیزنی مثلا شوت بزنی گل بشه. بنده شدی بنده گل. آخه تو شوت بزن تو دروازه برگرد گلش کن. همه گل فوتبال چیزه. نه موضوع بازی قشنگه. آره دیگه بازی باید قشنگ باشه. یا حالا خب مثلا دوربینا خاموش شده باشه. با این گل بزنم به. آره بزن تو گل. تست میخوای بزنم؟ بزن. میزنم ها. هر کی نزن. خدا میزنم ها. گلش کنی ما پا میشیم میره. این دوربینش چجوری میاد پایین یکم؟ یه دونه بزن روی. رو چی؟ روی. این؟ نمیاد. این حالا گل نشد به خاطر اینه دیگه. گل بشه من یه دونه. این دروازه‌بانت وایساده بود اونجا دیگه. حداقل داخل چارچوب بود. میدونین حداقلش اینه. حداقلش اینه ما وسط زمین میزنیم تو چارچوب. شما از 5 متری میزنید بیرون. ای بابا. سانت هم واسه.
چه پاسی. آقا شروع جدی شروع بکنید. آقا به اینجا. ای وای ای وای ای وای. اونها این مشخصه چرا؟ ندیدی من ریاکشن نشدم به گلتون؟ جدی شروع بکنید. کاکا بنزما فعلا بیاد اینور. خودت میخوای گل بخوری. کاکا هرله 4 تا. آقا ما از دست شروع کنیم. آقا برنامه دست دیگه است. بنزما گل نزد که بنزما گل زد. این تو اشتباه برداشت. آقا پاس بده. من خواهم اینور. داری میری گل خودتونه. من میدونم. 4 تا حمله. صبر کن آقا صبر کن. چی میگی؟ چی میگی آقا؟ صبر. مالکیت 53 47. خب 8 تا شوت 6 تا تو چارچوب 16 تا شوت رفت. خب بیا من از این به بعد من دستم کلا رو شوته. بلا بولی. به خودتون حالا گل نزنید اول کار نمیخواد. خطا نکن. خطا کردی ما مشت میزنیم. یه بار دیگه فکر کنم دیگه ما چیکارش کردیم؟ من خدای کاری برای نکردم. که تک به تک بود. آقا این الان چیش خطا بود؟ اصلا قرمز نباید میدم. اصلا چیش خطا بود؟ اینو بگو. میگم من لازم با ساب گیم نت صحبت کنم ببینم شما خریدید واسه این. میشی که گل خوردی. فوی فوی. سوئیس کردیم. اما جون سوئیس پنالتی. یه دونه دیگه. داد. نه. خوش بکنه. بازیکن‌ها یه پاشون با اون یکی پاشون میگه گو بخور. تربیت. سعید آسنسیو برداری. سعید نمیزنه تو خطا میکنم. چقدر سوسولی انگوش بهت بزنن اذیت میشی. 3 تا شوت 2 تا شوت چارچوب 7 تا شوت یه دونه شوت چارچوب. حالا الان بیا الان یه دست بزن یه دست بزن الان ملاکشون رفت رو. ما حداقل اینا رو میشماریم آمارمون هم بهتره شما که فعلا هیچ گلی نزدید. برو ببینم چی می‌کنی ها. دیدی از سر زمینم بهت گل میزنم. از سر زمین از سر زمین. دیگه کم مونده بود تو لب بگیری با دروازه‌بان دیگه. یه چی بگو دیگه ملاک نخند. بزن بیا بزن. از پشت محوطه زدم. بیا داخل محوطه. خواهد دیگه داخل محوطه میخوای گل نزنی؟ بیا بابا بیا. بردیا 5 الان بهت میزنم. ما هم میدونی که ما هنوز شروع نکردیم. آقا بارو ببینیم. منم آقا من کیه این؟ هم اول کار تکی. من ترسی. بیا جلو. ببین این سنگین وزنا. نگاه. یه مش میزنه اینجوری میشه. یارو اینقدر نیبت داره نمیزنه کسیو. بیا. چک. حالا بزن محکم چپ و راست 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 یکیش بالا یکی پایین یکی چپ. ای وای گرفتم بابا سینا چجوری نمیتونی دست نزنی به دستت؟ الان ما دو تا این پردیم. آقایی بیا تو. بیا بابا خودم میجنگم. نه چیه اندازه کیه؟ بیا بابا. چرا من حال نمی‌کنم کنار زمین وایسادی. نه آقا وایسا. تو فینیشر هم نمیزنی خدا. آقا نمیزنه میگه آردو بگیر با آر. بیا الان برای فینیشر میزنم. چه ساعت الان 3 از صبح داریم فیفا و کشیکج بود. آره. کشیکج بازی میکنیم و الان واقعا خسته شدم. من نشیمنگاهم این مقدار درد میکنه. ببین پاهم داره بلند میکنه. من وایسادم تو نشستی. آدم کثیفی هستی. جوادم هستی. بچه‌ها الان رفتن غذا بگیرن، نهار بخوریم نیستن. ولی خدایی نمیدونم تا شب دووم بیارم یا نه. نه نمیاری. نمیارم. مرسی از امیدت. سلامت. میخوام برم دستشویی. الان که میتونم برم دستشویی؟ نه نمیتونم. 2 بار در طول روز میتونم برم دستشویی. نه نمیتونم. چی نمیتونی؟ من خودم چالشو گذاشتم. خب من نمیدونم. من میخوام برم دستشویی. آقا برات شیشه میارم. اوکی یه بار در طول روز میتونم. باشه برو یه بار. اوکی. باشه الان نمیرم اونقدر سنگین نیست. الان پلیس کجاست؟ بچه‌ها ناهار اومد. اینقدر گشنم آجی از صبح هیچی چی بازی می‌کردی؟ بفرمایید آقا سعید. چی گرفتی؟ ساندویچ. دست شما. اینم که مال من. من چی؟ تو غذا می‌خوای؟ وایسا. خودت برو بخر. آقا من با دشمنم میومدم اینجا برام غذا میگرفت نهار مال میگرفت. توه؟ دیگه مال تو نیست.
خب این یکی رو بده من. مال منه. آقا خب اینو تو بده من. نمیدم بده. بعد خودمه باشو برو خودت بردار اونجا آقا ولی نمیتونی بلند شی. من نهار نخورم اینجا رو با آشوب میکشم حال بده. بعد ساعت چنده؟ چی؟ ساعت چنده؟ ساعت نمیدونم. ساعت گوشیم کار نمیکنه. ساعت چند؟ ساعت 5 نهار بده بخوریم. ساعت 5. خوبه استلامت توف تو رفاقت. همه این ویدیوها میگم توف تو رفاقت. 100 تومن میگیرم ساندویچ. 100 تومن میدم ساندویچ رو. الان 200 بر من میارزه. آروم باش. لطفاً بخور. بچه ها چرا خوابن؟ بردیه ساعت 11 شبه. چند شد؟ ساعت 11 شبه. مسئول اینجا اومد بهم گفته که جمع کنیم بریم دیگه. جدی؟ بچه هم خوابن. حاجی چشام داره میسوزه انصافا. صبح اینجایی. پاشیم بریم. آی خدا.